استادا سلام. این بار سبکسازی در سقف اینتلدک، پروژه‌ای با 1700 متر زیربنا و 7 سقف در خیابان باغ دریاچه، کوچه شماره 43. پروژه مهندس توشقانی با یه سازه متفاوتی طراحی شد. ما اومدیم از سازه اینتلدک استفاده کردیم برای ایشون به طراحیشون، به خاطر اینکه مهندس طبقه‌های دهانه‌ای بلند از ما داشتن و بهترین طراحی رو تونستیم توی صفحه‌های اینتل داشته باشیم براشون. مهندس جان من اومدم، ادامه توضیحات خودم. علی آقا یه دقیقه بیا. علی آقا قربونت این بشکه رو بردار، خاموتا رو دسته کن، از لحاظ ایمنی مقدار کارگاه نامنظمه اون خاله آره بریز کن. تنها مزیتی که سقف اینتلدک نسبت به سقف‌های دیگه داره اینه که میتونیم از دهانه‌های بلندتر استفاده کنیم، یعنی عدم استفاده ستون در مرکز ساختمان. این کاری که توی این پروژه اتفاق افتاد و تونستیم به نتیجه برسیم. طراحی توسط یه شرکت دیگه در مرحله اول زده شده و در نهایت برای کار بهینه‌سازی به شرکت ما مراجعه شد. کاری که انجام شد حدود 1700 متر زیربنا داره و در نهایت تونستیم 6 تن از مصرف فولاد سازه و حدود 60 تن از مصرف بتون رو کاهش بدیم. و یه کار دیگه ای انجام شد توی این سازه که میلگردهایی که توی تیرها استفاده شده بود از نوع میلگرد آچار بود که ما اومدیم و با استفاده از نرم افزارهامون تبدیلش کردیم به میلگرد آسه و تونستیم عدد خیلی بزرگی رو در صرفه‌جویی این ساختمون کمک کارفرما.